خوش اومدید به اولین ویدیوی من در یوتیوب. من آرمین پلیر هستم و خیلی خوش اومدید به این اولین ویدیوی من. یادتونه که ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و چنل ما رو هم سابسکرایب کنید. بریم برای ویدیو. خیلی خوب، ما اسپان شدیم و نزدیک یه ویلیج. چه خوب. اوه عجب ویلیجیه. من تازه اسپان شدم میفتم تو. من 1 دقیقه است نشستم به حضرت عباس. 1 دقیقه آدم با بایستا ببینیم چه خبره. هر از اینجا 2 تا بلک اسمیت. عجب ویلیجیه بابا. چون من همش گیر میکنم زیر اینا. آدم با ای وای. خب اول بلک اسم ببینیم چی داره. وای دایمند توشه. چه باحال. ابسیدین، چسپلیت آیرونی، آیرون گولد. چه بلک اسمیت خفنیه. چستش هم بذار بکنیم. خب بریم بلک اسمیت بعدی. چسپلیت اول بپوشیم بریم بعد. خب سوده آیرونی، بوسته آیرونی، نون، گلد، آیرون، چیزای خفنی. خب چست اینم بکنیم. بریم سراغ بعده ببینیم این چیزی نداره، لوتی نداره. بریم کل این ویلیج رو لوت کنیم. نه این لوتی نداره. نه این نداره، فقط اینه که اینم نمیشه کند. خب بریم بالا ببینیم چه خبره. وای حالا دوباره میافتم تو اینا. بذارید از این نام بکنی. چی بود اسمشون؟ حالا اسمشون نمیدونم. خب بازم بلک اسمیت داره. این یکی بلک اسمیت اینجا. 4 تا بلک اسمیت اون پشتم هست. 5 تا بلک اسمیت. یا خدا. بذار ببینیم چه خبره اینجا. هلمت آیرونی، دوباره یه هلمت و پیککس و غذا و سیب و گلد و آیرون و چه لوتایی داره. یا ابوالفضل چه لوتای خفنی داره. بذار پیککس رو بذاریم اینجا. کم کم داریم فول آیرون میشیم. من برم بقیه بلک اسمیت هم لوت کنم و برمیگردم. یه پورتال تو یکی از خونه ها. خب از اینجا که نمیشه رفت. یه پورتال تو خونه. چستم داره. چستش چی داره؟ و این لوتایی هم پیدا کردیم از توشون و مهمترینشون 3 تا دایمند بوده. خب ببینیم این چی داره. شارپنس 2 پروژکت پروتکشن وی یونیکس افیشنسی 3 13 تا آیرون ناگت، 2 تا ابسیدین، یه دونه فایربال. خب همین برم بقیه هم لوت کنم. خب بچه ما لوت کردیم که کل لوتامون شد این. کل لوتامون اینه و 6 تا دایمند و یه ذره آرمور و اینا. 3 تا دایمند. 6 تا یعنی 6 تا.
و فول آیرون هم شدیم. بازی ما رو فول آیرون کرد. فول آرمور آیرونی. بحال حالا شب شده، من که بیایم بیرون رو بگیریم بخوابیم. شب شده. خب بگیریم بخوابیم تا فردا. اوی No God! حالا هدفمون یه خونه است، باید بریم یه خونه بسازیم. من این تخت رو بکنم برم آیتمای خونه رو جمع کنم و برگردم. ولی قبلش باید یه کاری بکنیم. قبل از اون باید فول تولز آیرونی بشیم. یعنی چی؟ یعنی فول تولز دایمندی، عکس دایمندی یا پیککس دایمندی. خب اون 4 تا استیک بده که ما این کار انجام بدیم. کرافت دین تیبل هم بهمون بده. خب ما بریم اینو بسازیم. پیککس دایمندی و عکس دایمندی. خب ما این دوتا رو ساختیم و فعلا میذاریمشون تو چست رو بریم یکم ماین کنیم، از جمله سنگ و چوب. سپرینگار هم بریم بکاریم. 13 تا obsidian داریم، یه پورتال میتونیم کامل کنیم. سورد خفنمون که دیدین ولی گلدیه. خب 14 سپرینگ رو من میرم بکارمشون اینجا. اوی و اینا رو که کاشتم میرم آیتم جمع کنم برای خونه و یه بلاک بینشون فاصله باشه تا درست کاشته باشه. خب بذار خب اینجا خب اینجا بینشون میذاریم. و دیگه تموم میشه. و برم آیتم رو جمع کنم و بیا. منطقه منجرف بچه من الان تو آبم ولی میام روی اینا میشینم چی نمیشه من میتونم نفس بگیرم. چرا آخه چرا فقط یه افکت نایت ویژن زدم که بهتر ببینم. چجوری آخه؟ ای ویلیجر چه تریدی میدی؟ فول اسیست 1 تو نوکبک 1. خب بچه ما ایتمو جمع کردیم. 40 تا استون و 11 تا چوب اسکروز که فکر کنم بس دیگه. حالا ما سپلینگارم کاشتیم یکمشون بزرگ شدن. حالا باید بریم خونه رو بسازیم. خب بریم خونه رو بسازیم. سگ بیا آخه سگ بیا. عجب سگی بوده. بیا میخوام به استخون بدم. ای وای حالا اگه اومد اینجا هم یه گوسفند کشته. لایک کامنت فراموش نشه. چنلمون سابسکرایب کنید. فعلا بای بای.